آسانی برای مهاجران کاری یا نظارت کامل آنها؟ این سوال کاربران برنامه امینه در روسیه است. مهاجران از 9 کشور از جمله تاجیکستان وظیفه‌دار شدند که از 1 سپتامبر امسال برنامه امینه را حتما در تلفن‌هایشان نصب کنند. این طلبات به ویژه به آنها دخل دارد که برای کار به شهر و ولایت مسکو می‌روند. برنامه امینه خیلی پیشتر در روسیه فعال شد، اما بسیاری ها شکایت دارند که با دشواری کار میکند. بعضی از کاربران در اینترنت گفتند که امینه گاهی نصب نمی شود، گاهی از کار میماند. مسئولان برنامه ساعتها زنگ مشتریان را به پاسخ میگذارند. عین زمان اگر مهاجران کاری در دوام 3 روز معلومات را درباره مکان جایگیرشوی خود توسط امینه به وزارت کارهای داخلی روسیه نفرستند، با آنها جزا تهدید میکند. از جمله وارد کردن بر رویخط شخصان زیر نظارت یا رانده شدن از روسیه. یکی از کاربران برنامه امینه که با دشواری تکنیکی یا فنی دچار گشته است، خطاب به مسئولان آن نوشته است که خدا نکند از پشت شما من بر رویخط داخل شوم. آنگاه به دادگاه مراجعت میکنم. مقامات روسیه میگویند این برنامه برای راحتی و آسانی کاری مهاجران از کشورهایی است که با روسیه نظام روادید یا ویزا ندارند. مثلا به گفته آنها اکنون ثبت نام یا قید را میتوان با واسطه امینه انجام داد و حضور صاحب خانه و میانه رو لازم نیست. طبق قاعده های نو ثبت نام باید نه از روی جای استقامت بلکه طبق نشانی مرکز مهاجرت صورت گیرد. حامیان حقوق میگویند این به نظامنامه کاری برنامه مخالف است، چون در برنامه امینه طلب می شود که نسخه قرارداد اجاره و یا رضایت صاحب خانه ضمیمه کرده شود. علاوه بر آن استفاده برنامه معنای آن را دارد که وزارت کارهای داخلی روسیه پیوسته معلومات را درباره جای مهاجران کاری خواهد گرفت. جورابک کمانوف، یک حامی حقوق مهاجران بر رادیو آزادی گفت با یاری امینه پلیس روسیه میتواند جای جمع‌شوی مهاجران را نیز زودتر یابد. طلب نصب امینه به مهاجران دخل دارد که بار اول با هدف کار بر روسیه می روند. همچنین به آن خارجی هایی که باید ثبت نام و قرارداد کاری خود را دراز کنند. مهلت ثبت نام توسط برنامه 30 روزی کاری است.